یه جا آموزش یه آش جدیدی دیدم. موادش رو من دوست دارم، واسه همین میخوام امتحان کنم ببینم چی از آب در میاد. البته اندازه مواد و اینا یه خورده با اونی که اونا میگفتن متفاوته، من واسه خودم دارم درست میکنم. به این صورت که پیاز رو من رنده کردم که سریعتر آماده بشه، زیر زبون نیاد، خوشمزه تره. هویج رو 2 تا هویج رو رنده کردم، رنده درشت. پیازداغ که آماده شد، سیر رو بهش اضافه میکنم و هویج رو میریزم، تفت میدم. بعد اسفناج که الان فصلش حتما استفاده کنید. با نخودی که از قبل پخته بودم داشتم، برنجم نیم دونه داشت که من نداشتم، حالا همین رو اضافه میکنم، میذارم که تقریبا جا بیفته. بعد اواخر پختم یه زرده تخم مرغ رو با آرد و ماست مخلوط میکنم، از خود آش بهش اضافه میکنم که همدما بشن. بعد میرزم تو قابلمه و میذارم جا بیفته. برای روش هم میتونید از نعنا، سیرداغ، پیازداغ، هرچی که دوست دارید استفاده کنید. فکر کنم که خوشمزه بشه. حالا من میپزم بهتون نشون میدم.